سلام، امروز میخوایم با هم یک کارگاه شرابسازی چند صد ساله ببینیم. تا آخر ویدیو با من باش تا چند تا از این مدل کارگاه‌های باستانی در کشورهای دیگه هم ببینیم. این کارگاه چند صد ساله در تپه‌های تاکستان‌های نورآباد قرار داره در استان فارس. در گذشته خوشه‌های انگور رو در حوضچه‌های بزرگی له می‌کردند و شیره انگور از طریق شیار تراشیده شده‌ای به حوضچه‌ای در سطحی پایین‌تر منتقل می‌شد. بخشی از این شیره انگور زلال به مصرف می‌رسید و بخش دیگر برای تهیه فرآورده‌های دیگر جوشانده می‌شد. این کارگاه‌ها نه تنها بخشی از زندگی کشاورزان روزگاران کهن بود، بلکه نشان می‌دهد نورآباد در گذشته یکی از مراکز مهم تولید فرآورده‌های انگور بوده است. میراثی سنگی که صدها سال است در گوشه‌ای از طبیعت دوام آورده است و روایتگر بخشی از تاریخ این منطقه است.